دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. محمد یغمایی مقدم هستم و با هم تئوری مقدماتی موسیقی رو کار میکنیم. در بخش دوم از فصل 4 کماکان در مورد فواصل صحبت میکنیم و چند تا مثال هم با هم حل میکنیم. توی مثال به من گفته فاصله بین سل تا دو دیز رو اندازه‌گیری کن. خب من میدونم برای نشون دادن یک فاصله هم باید وسعت درجه‌ای رو بدونم، هم وسعت پرده‌ای. جلسه قبل هم صحبت کردیم. وسعت درجه‌ای فاصله بین سل تا دو دیز میام میشمرم درجات این فاصله رو. سل، لا، سی و دو دیز 4 درجه نوت دارم، پس یک فاصله 4 هست. و وسعت پرده‌ای رو اگه بیام اندازه‌گیری کنم بین سل تا لا یک پرده، بین لا تا سی یک پرده و بین سی تا دو دیز یک پرده. پس وسعت پرده‌ای تشکیل شده از 3 پرده. فاصله 4 که اندازش 3 پرده بود بهش میگفتن فاصله 4 تریتون یا 4 آگمنته، 4 افزوده. پس این فاصله بین سل تا دو دیز یک 4 آگمنته، 4 افزوده است. این مثال بهم گفته فاصله بین لا تا می بمول رو بیا اندازه‌گیری کن. حواستون باشه گفتیم اول حد پایینی، حدی که در ارتفاع پایین‌تر قرار دارم میخونم، بعد حدی که در ارتفاع بالاتر. این به من گفته فاصله لا تا می بمول، نگفته فاصله می بمول تا لا. اگه این رو بخواست بهم بگه بیا مثلا می بمول تا لا رو اندازه‌گیری کن، یا بعد این می بمول رو می آورد پایین‌تر یا این لا رو بعد می آورد بالاتر. اوکی؟ حواستون به این نکته باشه، مخصوصا بچه‌ای که میخوان آزمون تئوری بدن. این عکس وقتی دیدی بس حواست باشه دیگه. اول همیشه حدود پایینی رو میخونم، ارتفاع پایینی، بعد ارتفاع بالایی. باز میام وسعت درجه‌ای و پرده‌ای رو اندازه‌گیری میکنم بین لا تا می بمول. لا، سی، دو، ر، می بمول. اوکی؟ یه چیزی هم بهت بگم. ببین مثلا ممکنه توی گام اگه بیام اینو چی کنم، بیام اینو بخوام اندازه‌گیری کنم، این سی که دارم میگم سی بمول شاید باشه، مهم نیست اصلا. اوکی؟ بیا اصلا نوتای طبیعی رو بخون. لا، سی، دو، ر، می مثلا. می هم حتی بمول نگو. بعد موقعی که خواستی پرده‌ای رو حساب کنی بیا بمولش رو محاسبه کن. خیلی این چیزی تو مثلا تو وسعت درجه‌ای اذیت نمی‌کنه. پس لا، سی، دو، ر، می بمول یک فاصله میدونم 5 و اگر مجددا بیام فاصله پرده‌ای، وسعت پرده‌ای رو هم اندازه‌گیری کنم میبینم 3 پرده اینجا هم، یک 5 3 پرده‌ای بهش میگفتم 5 تریتون یا 5 دیمینیشت، 5 کاسته. اوکی؟ فاصله لا تا می بمول یک 5 کاسته هست. مثالای زیادی رو دیگه میتونید خودتون حل کنید که از حوصله کلاس حقیقتا خارجه. خیلی مثالای دیگه حتما حل کنید که کاملا این توی ذهنتون جا بیفته. یک صورت دیگه‌ای که میتونه بیاد از من سوال بپرسه در آزمون‌های تئوریک اینه که بیا از یک نوت به خصوص که من برات مشخص کردم یک فاصله به خصوصی بساز. مثلا توی این مثال بهم گفته از نوت ر بیا یک فاصله 5 کاسته بساز، 5 دیمینیش. خب 5 که میدونم باید 5 درجه نوت داشته باشم و وسعت پرده‌ایم هم باید 3 پرده باشه. میام اول فاصله 5 رو جدا میکنم. ر، می، فا، سل و لا. میرسم به لا، مینویسم روی کاغذ برای خودم و این فواصل پرده‌ایشون رو اندازه‌گیری میکنم. بین ر تا می یک پرده، بین می تا فا نیم پرده، بین فا تا سل یک پرده و بین سل تا لا هم یک پرده. پس جمع شده 3 پرده و یک نیم پرده فواصلی که اینجا دارم. خب من میدونم 5 دیمینیش باید 3 پرده خالص باشه دیگه، 3 تا پرده باشه، فقط یک نیم پرده اینجا اضافه دارم. پس یا باید بیام حد پایینیم رو نیم پرده بیارم بالاتر که این فاصله کوچیک‌تر بشه، یا حد بالاییم رو نیم پرده بیارم پایین‌تر که باز فاصله کوچیک‌تر بشه. یعنی یا ر رو باید دیز کنم یا لا رو بمون کنم که فاصلم نیم پرده ازش کم بشه. اوکی؟ من به نوت ر نمیتونم دست بزنم چون صورت سوال برای من مشخص کرده، گفته از نوت ر بیایم فاصله 5 دیمینیش رو بساز. پس به ر نمیتونم دست بزنم، ولی میتونم بیام لا رو نیم پرده بم کنم. فاصله پس میشه چی؟ ر، می، فا، سل و لا بمول. فاصله بین ر تا لا بمول میشه یک 5 دیمینیش. روی حامل هم اگه بخوام بنویسیم به این صورت دیگه میام اول فاصله 5 رو جدا میکنم و بعد به نسبت اون وسعت پرده‌ای که داره حالا بالا پایینش میکنم تا به فاصله دلخواهم برسم.
هر فاصله‌ای که بچه‌ها به طور طبیعی در گام‌های دیاتونیک وجود داره بهش میگم فاصله دیاتونیک. اگه یادتون باشه گفتیم توی گام‌های دیاتونیک، توی مد دیاتونیک هستن و 5 تا فاصله یک پرده‌ای دارم، 2 تا فاصله نیم پرده‌ای. خود این فواصل نیم پرده‌ای رو مثلا تو گام دو ماژور بین می و فا اتفاق میفته، بین سی و دو اتفاق میفته. این فاصله رو من بهش میگم فاصله دیاتونیک، نیم پرده دیاتونیک. فاصله مثلا بین می و فا، بین سی و دو بهش میگم نیم پرده دیاتونیک، چون در حالت طبیعی در گام دیاتونیک اینها پیدا میشن. اما اگر من بیام یک نوت رو دیز یا بمول کنم، فاصله اون نوت تا دیز یا بمول و همون نوت رو بهش میگم نیم پرده کروماتیک. مثلا فاصله بین دو تا دو دیز نیم پرده کروماتیکه. تو هیچ گام دیاتونیکی من این فاصله رو نمیبینم. فاصله بین یک نوت با دیز یا بمول خود اون نوت رو من تو هیچ گام دیاتونیک بچه‌ها نمیبینم. بهش میگم نیم پرده کروماتیک. مثلا بین دو تا دو دیز، بین فا تا فا دیز نمیتونم، بین سی تا سی بمول. اوکی، حواستون پس به این باشه. حالا اگر من بیام از هر فاصله کامل یا ماژوری رو، هر فاصله کامل پرفکت یا ماژوری رو بیام و به اندازه نیم پرده کروماتیک بزرگترش کنم، مثلا پنجم کامل دارم بین دو تا سول، من بیام اینو نیم پرده کروماتیک بزرگترش کنم، یا میتونم سوله رو ببرم بالاتر، نیم پرده سول دیزش کنم، یا دو رو بیام بمول کنم، نیم پرده داره بزرگتر میشه دیگه. این فاصله رو میگم یک فاصله آگمنته. درسته؟ هر فاصله کامل، خوب دقت کنین، کامل یا ماژوری رو من بیام و به اندازه نیم پرده کروماتیک بزرگش کنم، بهش میگم یک فاصله آگمنته. به عنوان مثال بین خود نوت دو و ره من دیدم یک فاصله دوم ماژور بود، دوم بزرگ بود. اگه بیام این نوت ره رو، فاصله ماژورم رو میخوام به اندازه نیم پرده کروماتیک بزرگتر کنم. کروماتیک گفتیم فاصله یک نوت با دیز یا بمول همون نوت هست. مثلا بیام ره رو نیم پرده ببرم بالاتر، دیزش کنم، بین دو تا ره دیز این فاصله ماژور من هم، دوم ماژور من هم بزرگتر شده دیگه به اندازه نیم پرده، بهش میگم دوم آگمنته. پس بین دو تا ره دیز یک دوم آگمنته هست. اوکی، یا میتونم باز برعکس بیام دو رو بمول کنم. اوکی، دو رو اگه بمول کنم داره از ره باز دورتر میشه دیگه، باز هم این فاصله میجر سکندی که دارم، دوم ماژوری که دارم، باز هم داره بزرگتر میشه، منتها این بار با بمول کردن دو. این هم بچه‌ها بهش میگم همون دوم آگمنته. منتها اینجا حد پایینیم دیگه، دو بموله، اینجا مثلا دیگه. شاید برای سوال بشه اگه بیام هم دو رو بمول کنم هم ره رو دیز کنم چه اتفاقی میفته. این فن عملا در موسیقی کلاسیک وجود نداره. شوی اصلا موسیقی آوانگارد شاید باشه، بهش میگیم آگمنته مضاعف افزوده، همچین چیزی بود اسمش. آره، مضاعف افزوده یا افزوده مضاعف، حالا خیلی مهم نیست. توی موسیقی کلاسیک بچا این رو نمیبینم که در یه قطعه‌ای که دارم میزنم مثلا خیلی 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 به ندرت شاید مثلا بیام هم علامت دیز رو ببینم هم علامت بمول در جاهای خاص خودش، که اونم امیدوارم با هم برسیم کار کنیم. اما خود این فاصله مضاعف افزوده در موسیقی کلاسیک، در تئوری کلاسیک وجود نداره. اگر بیام فواصل کامل یا مینور رو نیم پرده کروماتیک کوچیک‌تر کنم، اون موقع یک فاصله دیمینیش ساختم. درسته؟ به عنوان مثلا بین ره تا فا، من میدونم بین ره تا فا یه سوم مینور دیگه. درسته؟ این فاصله سوم مینورم رو من میتونم بیام با بمول کردن فا یا دیز کردن ره کوچیک‌ترش کنم. بیام این فاصله مینوری که دارم به اندازه نیم پرده کروماتیک باز کوچیک‌ترش کنم، میام فا رو بمول میکنم، بین ره و فا بمول بهش میگم یک سوم دیمینیشت، سوم کاسته. اوکی، سوم دیمینیشت هم بچه‌ها دقیقاً وسط پردهش اگه دقت کنید با دوم ماژور یکی میشه دیگه. درسته؟ ره تا فا بمول، فا بمول مثلا رو کلابی پیانو بیام
نشون بدم کلویه فا بمول میشه خود می. بین ر تا می هم وسط پرده یک پرده دیگه دوم ماژوره. پس وسط پرده سوم دیمینیش با دوم ماژور یکیه. یا اگه بیام مثلا ر دیز بنویسم به جای ر، باز ر رو بیارم نزدیک تر کنم به فا، ر رو با یک نیم پرده کروماتیک نزدیک ترش کنم به فا، باز هم یک دونه سوم دیمینیش ساختم. درست؟ خیلی ساده دیگه. حالا بریم یک گامی رو یاد بگیریم با هم به اسم گام کروماتیک. اگر من تمام مثلا تو خود دو ماژور رو در نظر بگیر، همه نوت هامو بیام با نیم پرده هاشون بنویسم، دو دیز، ر دیز، می. خب می دیز رو من میدونم دیگه، میشه خود فا، به جاش فا رو می‌نویسم. فا دیز، سول دیز، لا دیز، سی و دو. بین سی و دو هم سی دیز میدونم همون دوه دیگه، پس میام اون رو می‌نویسم. اینو بهش میگم یک گام کروماتیک که در حالت بالا رونده. وقتی من دارم گام رو به حالت بالا رونده از ارتفاع پایین‌تر به ارتفاع بالا می‌نویسم، میام اینها رو دیز میکنم، نوتام رو با دیز نشون میدم. اما اگه دارم در حالت پایین رونده می‌نویسم، میام نوتامو بمول میکنم، دو سی بمول، لا بمول، سول و الی آخر. اما در همین مقوله یک چیز نکته مهمی رو بهتون بگم، معمول‌ترش، رایج‌ترش، درست‌ترش اینه وقتی من دارم بالا رونده می‌نویسم گام کروماتیکم رو، به جای اینکه بیام درجه ششمم رو بالا ببرم در حالت بالا رونده، درجه ششمم رو بیام بالا ببرم، به جاش درجه هفتم رو نیم پرده بیارم پایین. مثلا اینجا به جای لا دیز بیام بنویسم سی بمول. این کار درست‌تره. بعد باز سی رو به کار کنم و دو رو به ارزم بزرگ دارم که خودش بوده دیگه. یا در حالت پایین رونده درست‌ترش اینه که من اینها رو همه رو دارم بمول میکنم دیگه. درسته؟ گفتیم در حالت پایین رونده میام گام کروماتیک رو با بمول نشون میدم. در حالت پایین رونده به جای پایین بردن درجه پنجم میام درجه چهارمم رو نیم پرده میبرم بالاتر. پس درست‌ترش اینه که بنویسم دو سی بمول، لا بمول، سول، فا دیز، فا بیکار، می بمول، ر بمول و دو. اینم یک نمونه از گام کروماتیک هست. بخش فواصل، فصل فواصل تموم شد. حتما مخصوصا باز توصیه میکنم به دوستانی که میخوان آهنگسازی یاد بگیرن، خیلی هارمونی قوی نیاز دارن، حتما فواصل رو کامل باید بشینن یاد بگیرن، مثال های فراوانی بر خودشون حل کنن تا کاملا براشون جا بیفته. امیدوارم خسته نباشید بچه‌ها. اگر سوالی بود حتما از من بپرسید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.